سلام بیننده عزیز، خبرهای تاجیکستان و جهان را من زرنگیزی نوروزشاه همراه با همکارانم از دوشنبه و پراگ تقدیم شما میکنیم. امروز 6 ایول برنامه از این قرار است. در اروپا 6 تاجیک را با اتهام تروریسم و عضویت در حلقه خراسانی گروه داعش دستگیر کردند. 9 ماه در بازداشتگاه موقتی 10 مهاجر در روسیه شکایت دارند که بیگناه از آزادی محرومند و نمیدانند که آنها را کی رها میکنند. خوراکایی که در اینجا میدهند حتی سگ نمیخورد. در چنین شرایطی جای خواب و نگهداری هیچ کس زندگی کردن نمیتواند. و سیر به یک آثارخانه غیر عادی در سمرقند که در آن صدها نوع قاشق نگهداری می شود. اینجا مثلا 250 خیل قاشق است یک چند مملکت ها. فقط من به حسم قاشق ها. برنامه را با یک خبر از بازداشت تاجیکان در اروپا شروع میکنیم. مقامات قدرتی آلمان و هلند 9 زاده آسیای مرکزی از جمله 6 تاجیک را دستگیر کردند. آنها به عضویت در گروه تندروی دولت اسلامی متهم می شوند. دادستانی آلمان روز پنجشنبه گفت 7 مرد در ولایت رین وستفالن شمالی بازداشت شدند. 5 نفری آنها از تاجیکستان، 1 نفر از ترکمنستان و 1 کس دیگر از قرقیزستان بودند. میرزانبی خالقزاد با تفصیلات خبر در استودیو با ما قرار دارند. میرزانبی، درباره تاجیکان بازداشت شده معلومات در دست است؟ بله زرنگیز، دادستانی آلمان از 5 تاجیک بازداشت شده در این کشور محمد شجاع، نورالدین، شمشاد، سعید و ربانی نام برده است. به اطلاع دادستانی آلمان گمانبر شده ها بعد حمله روسیه به خاک اوکراین وارد آلمان شده آخر ماه ایونی سال گذشته یک سازمان تروریستی تأسیس دادند و هدف داشتند که حمله های پرسر و صدای تروریستی انجام دهند. مقامات تفتیشاتی میگویند آنها علیه هدف ها را معین کرده تلاش داشتند که سلاح به دست آورند. 6 نفری آنها از ماه اپریل سال 2022 برای شاخه خراسان دولت اسلامی بارها پول فرستادند. حالا از تاجیکستان در این باره یگان واکنش رسمی نگرفتیم و منتظر هستیم. خب روز 6 ایول مقامات هلند هم از بازداشت 2 نفر از جمله 1 تاجیک با اتهام تروریسم خبر دادند. درباره آنها چه خبر است میرزانبی؟ بله، با اطلاع مقامات هلند آنها 1 مرد 29 ساله از تاجیکستان و همسرش زنی 31 ساله از قرقیزستان بودند. مرد بازداشت شده هم با عضویت در شاخه خراسان داعش متهم شده. 1 عضو گروهی بازداشت شده در آلمان بوده است. ولی دادستانی هلند گفته است نقشه های او هنوز مشخص نبود. اصلا این بار اول نیست که زادگان تاجیکستان در اروپا بخصوص در آلمان با اتهام تروریسم بازداشت می شوند. ماه مارس امسال 1 زاده تاجیکستان در آلمان با کمک برای اعضای سازمان تروریستی دولت اسلامی گناهکار شد. سال گذشته آلمان 5 زاده تاجیکستان را با گناه عضویت در گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش و زندان محکوم کردند. آنها از 3 سال و 8 ماه تا 9.5 سال زندانی شدند. هرچند پدر یکی از آنها گفته بود که پسرش تجارت داشت و از آلمان به دوشنبه قسم‌های احتیاطی ماشین می‌فرستاده است. این است. تشکر میرزانبی خالقزاد درباره بازداشت 6 تاجیک در اروپا با گمان تروریسم تفصیلات میداد. برنامه را با گزارش‌های دیگر ادامه می‌دهیم. مهاجران در روسیه میگویند دور دیگری عملیات بر ضد آنها در کاتلنیک سر شده است. در یک رید در چند قهوه‌خانه اینجا شهروندان قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان بازداشت شدند. ضمناً یک گروه 10 نفره مهاجران ازبک از آن شکایت دارند که 9 ماه می شود به سبب در بازداشتگاه موقتی در رستوف قرار دارند. گزارش خبرنگاران میگرانت میدیا را در این باره شهلای گلخوجه پیشنهاد میکند. شرایطمان بسیار بد است. بنا با 3 قوت سیمخوار پیچانده شده است. در اینجا 4 نفر، در آنجا باشد 3 نفر زندگی میکنند. کت‌های خواب در حجره‌های تنگ و یک بخچه خرد در احاطه سیمخوار. یک گروه از مهاجران ازبک که با هدف کار به روسیه آمدند 9 ماه می شود در چنین شرایطی ناگوار بازداشتگاه موقتی شهروندان خارجی در رستاوی لبدان نگهداری می شوند. خوراکایی که در اینجا میدهند حتی سگ نمیخورد. در چنین شرایطی جای خواب و نگهداری هیچ کس زندگی کردن نمیتواند. در این 9 ماه کاسه صبرمان لبریز شد. هیچ نهاد مدد نمی کند. این مهاجران ناامید شده به روزنامه‌نگاران مراجعت کردند. زادگان ازبکستان میگویند
کاردهنده آنها را فریب داده برایشان حجت‌های قلبکی را تهیه کرده است. مقامات او را بازداشت کردند، نسبتش پرونده جنایتی باز نمودند. مهاجران در این پرونده چون شاهد می‌گذرند و با این سبب آنها را در بازداشتگاه نگاه می‌دارند. وقتی ما اومدیم کاردهنده گفت که خودش همه حجت ها پتنت و رجیستراسی را درست میکند. ما فقط باید در فکر کار کردن میشدیم. برای همین ما به او باور کردیم. مهاجران شکایت دارند که زندگی در وضع طاقت فرسای بازداشتگاه به سلامتی اکثریت آنها تأثیری بد گذاشت. از سوی دیگر عائله‌های آنها در وطن بی‌نان‌آور ماندند. تقریبا همه ما گرفتار آلرژی شدیم. در پوست بدنمان داغ‌های سرخ پیدا شدند. کارمندان بازداشتگاه تنها از دردسر یا گرده دارو می‌دهند. حالا وضع من اندکی بهتر است. این گروه مهاجران از سفارت ازبکستان یاری خواستند، ولی پاسخ آنها تکراری حرف‌های مقامات روس بود. برایشان گفتند آنها را تنها بعد بسته شدن پرونده جنایتی در نسبت کاردهنده‌شان آزاد می‌کنند. مراجعت خبرنگاران بخش ازبکی رادیو آزادی و لایحه میگرانت میدیا به سفارت برای شرح این موضوع نتیجه نداد. طبق اطلاع رسمی وزارت کارهای داخلی روسیه، مقامات این کشور در یک سال گذشته 300,000 جایهای کاری مهاجران مهنتی از آسیای مرکزی را تفتیش کردند. در نتیجه آمار اخراج مهاجران در مقایسه با یک سال پیش 2.5 برابر زیاد شده است. در اکثر کشورهای جهان وبسایت‌های نهادهای دولتی یک منبع دریافت اطلاع درباره این یا آن اداره است. ولی در تاجیکستان چی؟ خود وکالتدار حقوق انسانی کشور گفته است سامانه‌های اکثر مقامات و اداره‌ها به طلبات جوابگو نیستند و نو کردن نمی‌شوند. تفصیلات در گزارش علیشیر ظریفی و امیر ایسایف. این سامانه رسمی حکومت ناحیه شهرستان است که در آن معلومات درباره فعالیت این ناحیه به نظر نمی‌رسد. در این بخش سامانه نیز معلومات نوی نیست، بلکه نوشته‌های درباره تروریسم و اکستریمیسم است. چون این وضع را در سامانه‌های اکثر نواحی کشور دیدن ممکن. آخران مطلب در سامانه دادگاه شهر حصار از 3 سال پیش نشر شده است. هرچند سامانه دادگاه عالی و 4 نواحی دوشنبه نسبتاً فعال است، ولی نه همه دادگاه‌های کشور در سامانه‌های خود مطلب نو و وابسته به فعالیتشان را دارند. کاری سامانه‌های وزارت اداره‌های دولتی در گزارش سالانه اداره امبودسمن یا وکالتدار عاید به حقوق انسان در تاجیکستان مورد انتقاد قرار گرفته است. در گزارش این نهاد گفته شده است که سامانه‌های اکثر مقامات و اداره‌ها به طلبات جوابگو نیستند، مضمون و محتوای آنها کاسته بوده پیوسته نو کرده نمی‌شوند. کارشناسان بر این نظرند که سامانه‌های اداره‌های دولتی باید شیوه کاری خود را بازنگری نموده دسترسی مردم شوند. پیش از همه این سامانه‌ها باید که به شهروندان اطلاع درباره فعالیت خودشان دهند. مثلا سامانه‌های هستند که بعضیشون من خودم ساختگی هستم حرکت میکنند که همش به دیگرش مانند باشد، در حالی که در اینجا باید که یک نوگانی‌ها جاری کرده شود، خصوصا درباره فعالیت همون مقامات اطلاعات بسیارتر داده شود، درباره ساختار همون مقامات و درباره آنه که آنها چگونه فعالیت میبرند، چگونه لایحه‌ها را عملی میکنند. به نظر او سامانه‌های رسمی مقامات باید با پیشنهاد خدمت‌رسانی‌های الکترونی کاری مردم را آسان کنند، ولی با سبب‌های گوناگون فعال نیستند. یکی از سبب‌های صرف مالیوی و تکنیکی است، چون که چقدر گفتم برای اداره یک سامانه باید یک دسته کارمندان در کار است که تا که آن را اداره کنند همه طرفه. از نقطه نظر دیگر شاید که آن نفرانی که به همین چیز مسئول هستند فکر میکنند که بعضی معلومات شاید که ضرور نباشد یا اینکه آن معلومات نباید از نقطه نظر سری دولتی و دیگر نشر شد. این خبرنگار تاجیک میگوید نمیتواند عادی‌ترین معلومات را از سامانه‌های اداره‌های دولتی یابد. اکثر ناحیه شهر و نواحی کشور سامانه‌اش به نامش هست و عموما فعال نیست. من نام رئیس‌های میکوبم، باور کنید در سامانه‌ها نام رئیس‌ها درست نیست یا حالنامه زندگیشون نیست، تا حتی مثلا خودشون معرفی نمیکنن. من باور دارم که مبلغ جدا میشد برای مثلا نگهداری یک سامانه، برای مثلا مسئول هم یک سامانه، برای اینکه دومینش خرد، برای اینکه مثلا سامانه فعال باشد مبلغ جدا میشد، ولی این مبلغ ها به مقصد جدا میشن و سامانه ها کار نمیکنند، کسی هم از پس نمیشد. انتقاد از کاری سامانه‌های اداره‌های دولتی در حالی است که حکومت تاجیکستان سال‌هاست عملی نمودن برنامه حکومت الکترونی را از هدف‌های خود می‌داند. با توجه به وضع فعلی سامانه‌های مقامات‌های دولتی، آگاهان رسیدن به چنین هدف را در سال‌های نزدیک زیر سوال می‌گذارند.
شما درباره یک آثارخانه غیر عادی که در آن صدها نوع قاشق یا چومچه به معرض نمایش گذاشته شده است چیزی می‌دانستید؟ بله، یک چنین آثارخانه در سمرقند هست. آنجا مهمانان و جهانگردان را همچنین با اصولهای تهیه و استعمال خوراک آشنا می‌کردند. همکارم مولا رجب یوسفی ما را به تماشای این آثارخانه می‌برد. موزه چومچه یا قاشق در همه آسیای مرکزی یگانه است. آن را سال 1990 ادیب و پوبلیسیست شناخته تاجیک نصرت رحمت بنیاد گذاشته است. 10 سال شد همه قاشق گفتگی چیز قاشق چوبین گم شده. همه ملت‌ها هم با گذاشتن پلاستماس گذاشتن، هم با همین فکر پیدا شد که ما همین نگاه داشته ماندن در کار بود. اینجا مثلا 250 خیل قاشق است یک چند مملکت ها. فقط من به حسب قاشق ها. در آثارخانه چومچه 250 نماد قاشق از 15 کشور دنیا گرد آورده شده است. همه آنها را نصرت رحمت خود جمع آوری نموده نگاه می دارد و تاریخ هر کدام آنها را می نویسد. این قاشق شما با شناس دنیای نصف اهالیش استفاده می برد. یابان ها، خیتای ها، همون ایرش، ویتنام همونا. من این قاشق های ماهان تاجیکا و ازبکا همین مرکزی آسیای خلقش قاشق. اینه افضلش گپ زد دادم شما با. حالا اینجا من این یهودیای قاشقشون همزلی مرکب کردگی نسبش ویلکر نسبش قاشق کردگی چنگک کردگی. مهمانان این آثارخانه قاشق بیشتر اهل ادب و فرهنگ، آموزگاران و مکتب بچگان کشورهای همسایه هستند. هر کی درباره آن چیزی شنیده باشد حتما به اینجا می آید. نصرت رحمت زاده شهر سمرقند بوده، سالهای زیاد در مطبوعات و نشریات ولایتی کار کرده است. و میگوید مقصد از تأسیس آثارخانه چومچه یا قاشق نشان دادن ویژگی‌های فرهنگی قدیمی مردم سمرقند و هم شناس کردن ساکنان و مهمانان شهر با مدنیت تهیه و استعمال خوراک است. به پندار نصرت رحمت تبلیغ استفاده ظرف‌هایی که از مسائل طبیعی ساخته می‌شوند به حفظ محیط زیست و سلامتی آدمان سازگاری می‌کند. حالا می رویم به ختلون، به یک چشمه خورد در کولاب در محلی که زمان جای بود و باش میران این شهر بوده است ماهیان نادر برگشتند. محمود جان رحمتزاده گزارش می دهد. این چشمه آلوده پر از گل و خس در محله چرمگران پایانی شهر کولاب است. در آن 5 ماهی شنا می کنند. این چشمه بی دلفروز نام دارد. صاحبان این چشمه به جز چند نقل و روایت چیزی درباره آن و ماهیانش نمی‌دانند. میگویند که عمر ماهیان در این چشمه از 150 سال زیاد است. همین یکمی همین کوچه محله مایه، مقصد بابای ما اومدگی همینجا زمین گرفته زندگی کردگی. این ماهیا بودن وقتی که زمین نگرفته این ماهی قطعی همین چشمه قطعی گرفتگی. بابای ما گذشت مقصد پدری ما همینجا با کلان شد از کودکیش تولد شد 70 قریب گذشت. با ما این 40 سال دیگه یاد داریم. قریب 150 شما میدونیم 150 سال شده که همین ماهی در اینجا نه کم میشد نه زیاد. چشمه در منزل جایگیر است که تا سالهای 1920 مکانی بودوباش میران کولاب بوده است. اون چشمه ها خیلی سیراب بودن، بالاتر هم بودن. امروز از بس که در بالا همون چاهای آب کنده استادن، آب زیر زمین برآورده استادن، چاهای اون چشمه ها قریب کماب شدن و در عرفه خشک شدن هم هستند. درباره ماهی های این چشمه روایت های مردمی بسیار است. آبی چشمه روان است اما ماهی ها از گردی چشمه دور نمی شوند. گذشتگان این خاندان ماهی ها را به هر نوع نگاه کرده اند. با نقل بهادر بیبیش تمام عمر ماهی ها را پنهان میکرد. 1 سال پیش دیواری همسایه بالای چشمه فرو ریخت. یکی از این ماهی ها زیر دیوار مانده نابود شد. حالا در چشمه 5 ماهی مانده است. گاهی رنگ هم عوض میکنند. ساکنان چشمه را معجزه‌ناک و شفا بخش میدانند. برنامه به پایان رسید و خدا نگهدار شما.